نظر راجع به این رپر چیه؟ خندمه کنی گیری خرف. الله اکبر. بابا رفتم بقالی گالباز شیر منو بخور خار کسته مادر جن انگل توی کار دیگه. ببین بخوام توی یک کلمه بگم دهاتی. مشکل بلا پیش آمده کسکم اتنفی کوله دن. یعنی ته تهش اینه. ببین اینا اصلا رپرها کلا جامعه رپ اینجوریه که وقتی آهنگی میخونن انگار مثلا یه 2 نفر دنبالشون کردن همینجوری میخونن. مثلا شما نگاه کن آقا مجید رضوی الان از پاپ خونمون چقدر جوست و چقدر عالی نوازنده دارن رو استیج. بعد اینا اصلا خب میگم که فقط دهاتی قشنگ اینا. نبینم جلو مردم بخوری پشت پیش پاره میشن همه قوانین از بی نوشتی نامه به نظام تو آباد کنم شما حکومتی ها رو چه به داماد شدن کدوم گروه سرود توشوش فروختن هی هی حرمت نون و نمک بذار همه میگن این رفیق دوز و کون و بغل بذار میکروفونو از رپرها گرفتی خودم ازت پسش میگیرم میدمت بدام پزشکی اما قبل از اون بریم